شکل فعلیه که عمل و حالت رو فهمانده زمان، شخص، شماره و صیغه ندارد. مصدر مینامند. مصدر چگونه ساخته می شود؟ مصدر از اساسی زمانی گذشته با علاوه پسوندی ان ساخته می شود. مثال گرفتیم فعل گفت، اساسی زمانی گذشته، علاوه میکنیم پسوندی ان، گفتن، یعنی شکل چی شد؟ مصدر. گفتن، رفتن، خوردن، پوشیدن، یعنی فعلهایی که با ان به اتمام میرسند. مصدر شکل تاریخی فعل است و تمام فعلها در لغت در شکل مصدر میان. یک بار شما دقت دید، تمام فعلهایی که شما در لغت از یاد میکنید، خب برای زبان آموزی، خب برای دانستن زبان خودی با شدن فوند لغوی، تمام فعلها رو شما دقت دید در شکل مصدری آورده شدن. خب بعد از این مصدر خصوصیت های اسم را نیز داره است. برای همین مصدر رو شکل نامی فعل نیز می نامند یا اسمی فعلی. دیگر این صفت فعلی است. صفت فعلی چیست؟ شکل فعلی که عمل و حالتی به اسم نگرانیده شده را در یگان زمان میفهماند صفت فعلی می نامند. خب صفت فعلی چیست؟ کوتاه کرده گوییم صفت فعلی یک گروه فعل است که علامت و خصوصیت اسم را میفهماند. خب صفت فعلی یک چند علامت دارد. خب مثال در اینجا حاضر ما می نویسیم ماننده صفت فعلی با فعل، ماننده صفت فعلی با صفت. خب صفت فعلی با فعل چی مانندی دارد؟ یکی مانندیش این داشتن اساسی فعل است. اساسی فعل. دیگر این که خب 3 زمان و 5 شکل. ماننده صفت فعلی با صفت در چی است؟ ماننده صفت فعلی با صفت یکم با اسم با واسطه بندکی اضافی علاقمند شدن. دویم با وظیفه معین کننده آمدن. یعنی صفت فعلی مثل صفت چیکار میکند؟ با اسم واسطه بندک اضافی ای علاقمند میگردد و در جمله با وظیفه معین کننده می. درسی پورا را میتوانید از تلگرام کانال ما دسترس نمایید. ссылкаи он дар описании гузошта шудааст.